چالش نصف شب در سئول رو داشته باشم، شب 6. امشب میخوام ببرمتون یه جای خیلی خاص. بیاین برم. اینجا راهروی دانشگاه ماه که معمولا ساعت 12 شب به بعد چراغای این راهرو رو خاموش میکنن و اینجا جاییه که من و امثال من و دانشجوها میایم و کار میکنیم. کاری نداره. استاد نتیجه رو میخواد و گزارشش رو میخواد. اصلا کاری نداره که تو میرسی نمیرسی، بلد نیستی. به خاطر همین اکثر دانشجوها تا نصف شب باید بشینن کار کنن که به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن. ما فکر میکنید دیگه اونایی که مهاجرت کردن خوش به حالشون، الان داره بهشون خیلی خوش میگذره، ولی نه. دوری از خانواده و تنهایی، فشارهای کاری،